این طبیعیه کشتی روی آب باشه و بزرگترین خطر اینه که آب روی کشتی باشه. سعی کن همیشه در قلب دنیا باشی، نه اینکه دنیا در قلبت باشه. اگه دنیا رو در قلبت قرار دادی و آخرت رو در دستت، منتظر غمهای دنیا باش. و اگه آخرت رو در قلبت قرار دادی و دنیا رو در دستت، فقط به فکر آخرت خواهی بود. زندگی مثل یه دفترچه است، هر روز یه صفحه جدیدیه. پس زمانی که به صفحه غمگینی رسیدی، منتظر صفحه بعدی باش و فقط ورق بزن و توکل کن به الله. سلام علیکم. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع